سال بسیار کشتگی مردک ناومد بچه ها مایده مجبور شدیم به کار برمدیم می قربالو کردیولوگ ده گفته که 3 ساله را پرت افتیم کار برمدیم گویا که ما در همونجا کار کردیم قریب 15 سال زندگی را با پا برداشتیم بچه ها را گشنه نموندیم یک بریدم نونی که بنیسته می دادن ما در سلافانو جمع میکردم 4 سیتکه 5 سیتکه من بچه ها را آوردم کلان کردم بچه ها با پا خستن دختر شوهر دادیم خیلی بچه را خانه دار کردیم همه زندگی همیه مهنت میکنی کار میکنی زحمت میکشی گویا که هم مردی هم زن در خونه گویا که فرزندا را میخرانی نگاه میکنی کار میکنی کاری دولت هم میکنم با میون کرپچه همسایه بگه همسایه را میدوزم یکون جدا کار باشه کاری خونه و یوردم میکنم من خیلی فرق نیستم گلیم شوی گجوی باشم من تیارم گلیم شوی ده استو یا که معرکت توی شوه کسا طبق شوی من میرم من هیچ وقت من خجالت نمیکشم برای که من مهنت میکنم حلال مهنت حلالی خودم قدیم من میخرم خدا به شکر میگم یک کاری غیب یک کاری بیراه گشتن این کار خوب نیست اینجا دا ما قطعی 3 کلی نمازی همینجا دا قطعی همین کلی 2 تاش دا پایونه 1 تاش نه بالا ده خیلی کم تا شرایط مبازبین تره اینجا کلی نو قطعی اینا که 50-60 در رفته استم 60 در اومدم ایون دا تو زیر ما کار کده گشتم خودم گیو بچه ها ما میخرانم نویرو ما میخرانم یک ما فکر میکردم و میفتم ما همین 5 تا بچه قطعی همین خیلی میمونم چی بالو ایو کای کلون میشون ایو رو ما چی خیلی خونه دار میکنم همش شوهر دادم همین 2 دختر داشتم 3 پسر داشتم نام لیسینسور میبروی 100 چند تا لیسینسر میفرویم میستون که جر میشی تو پایونه همین زنکا رو افتاده نشون مقصد که ما به شوهریم و چه خیلی فرزندا را کلون میکنیم